دوستان اگر دقت کرده باشن، تازگی‌ها SMS هایی که شروع میشه با یه لوره بود، یه ترکه بود، خیلی زیاد شده. اصلا جوک رو وقتی میخونی میبینی اصلا راحت میتونی بگی مثلا اصفهانیه بود، یه آدمه بود، یه نفر بود، اصلا هیچ ربطی به این که لور باشه یا ترک باشه نداره. من خبر واثق دارم که اینجور جوک ها نقار ایجاد میکنه، شکاف ایجاد میکنه بین ملیت های مختلف. ما همه ایرانی هستیم، هیچ فرق نمیکنه که ترک باشیم یا لور باشیم یا عرب باشیم یا بلوچ باشیم یا ترکمن باشیم. من خبر موثق دارم که این پان ملیتیست ها، حالا فرق نمیکنه پان ترکیست باشه، پان عربیست باشه، پان بلوچیز باشه، پان ترکمنیز باشه، از کجاها ساخته شده و حمایت میشه. یه دوستی برای من پیغام گذاشته بود تو فیسبوک که آقای الپیام به یکی از نمایندگان مجلس آمریکا من گفتم که شما چرا از این پان ملیت های ایران حمایت میکنید و تقویت میکنید و بودجه تزریق میکنید؟ گفت خب برجهت یه عده‌ای هستن که فرهنگی دارن، زبانی دارن، اینا میخوان مستقل بشن و ما کمک به استقلال و آزادی خواهیم. من بهش گفتم ما میلیون ها ایرانی در لس آنجلس داریم. شما میپسندید که ما ایرانی ها یک پان ایرانیسم اینجا را بندازیم و اعلام استقلال بکنیم؟ گونه شما تو خاک آمریکا دارید زندگی میکنید. گفتیم اونا هم تو خاک ایران دارن زندگی میکنن. این چه کاریست که شما دارید میکنید؟ من نمیدونم وقتی که شهریار میگه تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی، برشتی کل ماهی خور به توسی کل خر گفتی، قومی را بد شمردی اصفهانی را بتر گفتی، جوان مردان آذربایجان را ترک خر گفتی، تو را آتش زدند و خود بر این آتش زدی دامن، الا تهرانی ها انصاف میکن خر تویی یا من. این شعر میشنویم ناراحت میشیم، رگا گردنمونم میزنه بیرون، رومون بشه یه چیزی هم میگیم. خب پس تو چرا حق داری وقتی که توهین میکنی به ملیت های دیگه اون نباید ناراحت بشه، اون نباید رگ گردنش بزنه بیرون؟ تا کی؟ تا چند سال؟ تا چند قرن؟ این خودخواهی اینقدر ادامه داره که حتی مثلا ما فارسی زبان ها هم فارسی زبان های دیگر رو قبول نداریم. مثلا لهجه اصفهانی رو، گویش اصفهانی رو مسخره میکنیم، گویش یزدی رو مسخره میکنیم. آقا این چرا میخنده رو میگه میخندد؟ یزدیه چرا میخواد بگه خوش میگه خش؟ خوری تحقیق بکن ببینید اتفاقا اون درست‌تر داره میگه، تو داری اشتباه میگی. میخندد که درست‌تره تا میخنده. برجت من از دوستانم خواهش میکنم به کسانی که این جوک ها رو براتون میفرستن بگید دیگه براتون نفرستن، خودتون فوروارد نکنید و این رو بدونید که اگر دنبال سربلندی هستیم، اگر دنبال استقلال هستیم، اگر دنبال آزادی هستیم، دنبال هر چی هستیم، سنگ اولش وحدت ملی است و این جوک ها به وحدت ملی ما لطمه.